ببینیم که تیمور رحیموف آیا قدرتی توانی از حد این حریفش گذشتن را دارد یا نه. ورزشگری بریتانیای کبیر در مرحله چهارم نهایی از اولتیبایوف 3 مرتبه با روش پرتاب از بالای شانه مغلوب گردیده بود، ولی یک توی آن ثمربار شد و تا ثانیه های پایانی اولتیبایوف همون یک وزری را توانست که حفظ کند. کم ورزشگران میشوند که وزر خود را یا امتیاز ناکامی را که در ثانیه های اول به دست میارند تا لحظه های پایانی آن را نگاه دارند. ولی ببینیم اکنون تیمور رحیموف در مقابل این حریف بزرگسالش با کدام نتیجه شرفیاب می شود. تیمور رحیموف ورزشگر جوان است و حریف او نسبت به تیمور رحیموف خیلی سن و سالش بزرگتر است. ورزشگر ما 22 سال دارد و حریف او 35 سال، حدود 13 سال بزرگتر است نسبت به تیمور رحیموف. تیمور رحیموف تا اینجای کار عملکردی جذاب و دیدنی داشت دوستان. از این خاطر بود که داور مرکز کمکاری جودوکاری بریتانیای کبیر یا جودوورز یا جودوچی، یعنی کدام اصطلاحی که برای طرفداران گشتین جودو مقبول است قبول کند. و یک زیدی حمله و فشاری به مورد از سوی تیمور رحیموف و اینجا برای نفسگیر کردن از همان اصول شیم وضع یا حالت خفه کردن کار میگیرد. این روش ها می توانند که راه نفس کشی حریف را تا جای تنگ کنند، سوس کنند و در لحظه های بعدی اصول های مورد نظر استفاده شوند. تیمور رحیموف یک قدم تا به مدال برنجی مانده است. اگر همین گام را استوارانه گذارد و به این حریف سابقه دار خود غالبیت به دست بیارد، ولی نمیتواند. ایپون سیای نگه اینجا وزری آن روش یا آن اصول پرتابی سر شانه که در رقابت گذشته از سوی اولتیبایوف بر جانب این ورزشگر بریتانیای کبیر رقم خورد، ولی تیمور اکنون زیدی حمله نشان میدهد. هنوز فرصت خیلی زیاد هست. همانطور که گفتم واقعا در این فرصت ها میتواند چندین اتفاق دیگر یا رویداد دیگر اتفاق افتد که یعنی نتیجه رو تغییر بدهد. ورزشگر بریتانیای کبیر اگرچه در قوازمای قبلی فوراً با روش یا اصول های ایپون سیای نگه از ادامه قوازمای محروم شده بود، امروز خود او پرتاب بالای شانه را اجرا میکرد. اکنون او دو وزری دارد دوستان. ببینید اگرچه دو شیدو با سبب آنه که از دوری گیلم یعنی بیرون شد، از دوری همون مربع یا همون چارکنجه زرد، شیدوی دویم به او پیشنهاد شد. تیمور رحیموف از نظر شیدوها پیش صف است، ولی یک وزری که تقدیر حل کننده است بر سود ورزشگری بریتانیای کبیر است. اگر یک وزری ورزشگری ما بگیرد، اکنون موقعیت و پرتاب یک اصول ضربه‌ای به پشت پای و راهی گریز جستن از اصولهای حریف ورزشگر بریتانیای کبیر نشان می‌دهد. هلوکی بین ورزشگر ما چپکار است، میتواند به سمت چپ از این چیز کار بگیرد و خود را به زمین میافتاند. ورزشگر بریتانیای کبیر به خاطر وقت را تلف کردن یا وقت کشی کردن. ورزشگر بریتانیای کبیر در کارنامه‌اش همگی 2 ایپان دارد از 24 رقابت. داور مرکز اشاره میکند که باید کمربندها به ترتیب در آورده شوند دوستان عزیز و سیومین شیدو با سبب یک طرفه داشتن و نگذاشتن که تیمور رحیموف اصول را اجرا کند. هرچند این رقابت یا این پیروزی برای ورزشگر ما پیروزی بود که با سبب اشتباهات فنی از همون کمیکات به دست آمد، ولی مهم بود. تیمور رحیموف به دور رقابت هایی که برای به دست آوردن مدال برنجی هست راه خط گرفت.